السلام علیکم دوستان عزیز. روز مرگم حاجت بر گریه بسیار نیست، بعد دفنم داد و وای و ناله ها در کار نیست. گر نداشتم قیمت در زندگیم پیش تو، وا دریغا بعد مرگم خیر تو در کار نیست. حکایه دوستی دو خر. دو خر با یک ریسمان بسته شده بودند. از هر کدام آنها دورتر علفها گذاشته شده بودند. هر کدام از این خرها کوشش میکردند تا به علف نزدیک شوند. هر چقدر کوشش خود را زیاد کردند ولی به مقصد نرسیدند. هر دویشان هم ناامید شدند و روبروی یکدیگر نشستند و مصلحت کردند. در آخر یک جایه خوردن علفها را مصلحت کردند. با نوبت علفهای یکدیگر را می خوردند و خرسندی می کردند. آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. یک جهان تشکر که وقتی قیمت خویش را دریغ نداشته ما را گوش کردید. باز رسیدیم به پایان نوار امروزه. تا نوارهای آینده سربلند و سعادتمند باشید. خداوند همه ما و شما را از رحمت خویش بی نصیب نگرداند و در دنیا و آخرت ما را رستگار و کامیاب گرداند.